مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. حسابی هم هوا اینجا توی آلمان گرمه، تو ایران که دیگه بدتر، هر 4-5 ساعت یه بارم برق میره. امیدوارم که هوای خونتون و زندگیتون خنک باشه و رابطه هاتون گرم باشه. امروز قصد اینه که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های این چهره رو. پژمان جمشیدی که در طول این 1-2 سال گذشته حسابی توی صنعت سینمای ایران خوش درخشیده، تونسته فیلم های موفقی رو بازی بکنه، طرفدارای خاص خودش رو هم جذب کرده، اما پشت پرده بسیار پشمریزون، کثیف و عجیب و غریبی داره که امروز قصد اینه که در برنامه پشت پرده راجع پشت پرده های این آدم و یک سری از سلبریتی هایی که گویا جنبه معروفیت و مشهوریت رو ندارن رو برای شما افشا کنم. البته پژمان جمشیدی یه دور معروفیت رو تو دنیای فوتبالش تجربه کرده بود، اما وقتی وارد صنعت سینما ایران شد دنیای معروفیتش متفاوت شد و گویا جنبه و ظرفیت این معروفیت هم نداشت. یه نکته هم همین اول ویدیو به شما بگم، اگه چند وقت دیگه دیدید پژمان جمشیدی خدایی نکرده تکرار میکنم خدایی نکرده سنکوب کرد، اووردوز کرد، اتفاقی براش افتاد، نکنید تو پاچه منو، نگید امین فردین این کارو کرده، به خاطر اینکه همین اول ویدیو به شما بگم که نزدیکان شاهدن و کسایی که تو بدن سینما هستن شاهدن که این شخص به شدت درگیر مواد مخدر از جمله کوکائین شده و مصرفش هر روز داره بیشتر میشه و درگیر مواد مخدر شده و یه مریض دیگه. امیدوارم که آدمای مریض شفا پیدا بکنن و از شر مواد خلاص بشه. پژمان جمشیدی که متولد 20 شهریور ماه 1356 46 سالش هم بیشتر نیست، هنوز چند ماهی از ازدواجش با این چهره نگار فرهمند نگذشته بود که یهو خبر طلاق و جداییش به دست ما رسید. البته تو بدنه سینما ایران خیلی ها میدونن و گویا به زنش خیانت کرده، زنش مچشو گرفته. حالا تو طول این ویدیو به شما راجع پشت پرده‌اش میگم که اصلا چجوری مچشو گرفته، چه اتفاقاتی افتاده و چرا اینقدر تو فضای سینما ایران در حال حاضر از اخلاق و شخصیت پژمان جمشیدی خوششون نمیاد. این افراد جلوی دوربین آدمای خوش دیالوگ، باحال، خوش مشرب، خفن، میگید ای چه آدم کول و باحالی، اما کافیه که 1 ساعت 2 ساعت تو دنیای واقعی این آدما روبروشون بشینید، اون موقع متوجه میشید که چه شخصیت متفاوتی دارن، چه شخصیت عجیب و غریبی دارن. همه چیز تو قاب تلویزیون و سینما قشنگ دیده میشه. لامصب این قاب تلویزیون، این قاب سینما معجزه میکنه، لولو رو تبدیل به هلو میکنه. آدم بی شخصیت و بی لول و بی کلاس رو برای شما تبدیل به یک آدم باک، چون گیریم اونجا، چون اونجا بازیه، بلدن خوب بازی بکنن، بلدن یه چیز بد رو خوب جلوه بدن. حالا توضیح به شما خواهم داد پشت پرده پژمان جمشیدی. اما قبل از اینکه شروع بکنیم یه لطفی بکنید، اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون به اشتراک بذارید. اگه قبلا هم سابسکرایب کردید چک کنید ببینید سابسکرایبتون هست یا نیست، چون خیلی از مخاطب‌ها در داخل ایران هستن از وی پی و فیلتر شکن استفاده میکنن. تو ایران هم خب به هر حال چون آی پی عوض میشه توسط یوتیوب ربات تشخیص داده میشه، متاسفانه سابسکرایبتون میپره. شاید هم گرمه، من سعی میکنم که خودم باد بزنم، اینجا پر نور استودیو ما و اینجا تو آلمان شاید خیلی گرمه، به پای گرمای خوزستان و اهواز و جنوب ایران نمیرسه، ولی خب به هر حال یکم باد بزنم که با انرژی بریم تو برنامه پشت پرده. الان میگه این داداش خودش هم مواد زدن گرم، نه به خدا من چربیم زیاده. برسیم به پژمان جمشیدی. این چهرهش خودش و همسر، بهتر بگم سابقش، نگار فرهمند هستش. پژمان جمشیدی که مدام وقتی مصاحبه میکرد میگفت آرزو داره زندگی بکنه، بچه دار بشه، زن بگیره اینا. البته الان ماجرای طلاق و جداییش 2-3 ماهی هستش اتفاق افتاده که حالا جلوتر به شما میگم چرا این اتفاق افتاد و نشون به اون نشون که تو برنامه عادل فردوسی پور فوتبال 360 هم مصاحبه کرده بود، حرف میزد و میگفتش که من آرزو دارم زندگی داشته باشم، بچه داشته باشم و حالم این روزا خوب نیست و شرایط خوبی رو سپری نمیکنم، به خاطر اینکه همسرش درخواست طلاق داده، نگار فرهمند، و جدا شد. یکی از صحبتاش هم میتونیم بشنویم تو برنامه عادل فردوسی پور چی گفته بوده.
خود به این نظر شخصی من خیلی چیزا دارم که هنوز بهش نرسیدم و بهش فکر نکردم و زمان براش نذاشتم و خیلی صادقانه بخوام بگم اولیش خانواده. یعنی من همیشه آرزوی داشتم یه بچه داشتم، هیچ وقت فرصت فکر کردن بهش هم نداشتم. من خیلی بچه دوست دارم. عجب. با 46 سال سن فرصت اینو نداشتیم. حتی از این طرف هم وقتی مصاحبه میکنم با سام درخشانی اونم همچین چیزی دوست دارم که زندگی زناشویی پژمانو به زودی ببینم که ایشالا به زودی قراره اتفاق بیفته. یه دست سرش بزنیم. و خیلی دوست دارم بچه هاشو ببینم. البته اینجا گفته بوده که زندگی زناشوییش و اینا، اما حالا به چتاش و ایناش هم میرسیم. پژمان جمشیدی که حتی حالا شروع میکنیم تو بدنه سینما ایران، بعد از اینکه ازدواج کرد یه مقداری توی بازیگرها و توی سینما ایران دارای محبوبیت شد و شخصی که کل ساقی‌های تهران رو به یه تنه پولدار کرده. حتی یه زمانی سحر دولتشاهی و همایون شجریان باش رفت آمد نمی‌کردن. البته خود سحر و همایون شجریان الان در حال حاضر تو محله طلاق و جدایی هم، بخاطر اینکه سحر ماچ همایون رو گرفته بوده. همایون اصلا با پژمان جمشیدی صحبت نمی‌کرد، دعوا بودن، به خاطر اینکه پژمان جمشیدی به زن سابق همایون شجریان گیتا خانساری اگر اشتباه نکنم دایرکت داده بوده، اون موقع پیام داده بوده این زن سابق همایون شجریان هستش و دعوا بودن. بعد از اینکه پژمان جمشیدی با نگار فرهمند ازدواج کرد رابطهشون بهتر شد. بعد از اون حالا دایرکت ها و نمیدونم دختربازیایی که پژمان جمشیدی میکرد خیلی ها میمدن و میگفتن که دایرکت داده بوده به ما، نمیدونم این چتاش مال 1-2 سال پیش حالا، ولی خب داستانش داستان متفاوتیه. ولی پژمان جمشیدی که بازیگرای زن سینمای ایران حسابی ازش شاکیان و یه جمله معروف داره با عنوان ماجرای ویسکی عسلی و 2 گرم کوک که هر بازیگری رو میبینه، هر خانومی رو میبینه، سن هم فرق براش نمیکنه، 15 سال 20 سال 30 سال 50 سال، میگه بریم یه ویسکی عسلی و 2 گرم کوک بزنیم حالشو ببریم. و مدام توی سریال ها و توی فیلم ها، حالا تو بخش نمایش خانگی، بسیار بازیگر ازش شاکیان. دیالوگا رو به دلیل مصرف بالای کوکائین نمیتونه حفظ بکنه، فل به دایگویی میکنه، توپق میزنه، بسیار کاری که انجام میده پرکاته و همه این اتفاقات باعث شده که حسابی ازش شاکی بشن. اما بعد از مدتی اومد با نگار فرهمند آشنا شد که میبینید نگار فرهمند و این تصویرشون اگه اشتباه نکنم مال ازدواج بهرام رادان هستش، مراسم ازدواج بهرام رادان و تولد 45 سالگی پژمان جمشیدی و تصاویری که حالا ازش اومده دست به دست شده توی فضای مدیایی، حالا به دست ما هم رسیده. این فکر کنم حالا عکس بالتری باشه، یکم هم این گوشه زومش بکنم. اینجوری بود. داستان از این قرار بوده که پژمان جمشیدی مدام به دخترها حالا دایرکت میداده، دعوتشون میکرد، درست زمانی که متأهل بوده. میگم به شما دیگه این بازیگرا همشون جلوی تلویزیون، همشون تو قاب سینما آدمای باحالی هستن. رفته بود خانسار سر فیلم برداری که نگار فرهمند میره توی لوکیشنی که اصطلاحاً پژمان جمشیدی بوده، توی خونه‌ای که گرفته بوده، داخل خونه مچ پژمان جمشیدی رو با 2 تا دختر میگیره و اونجا دیگه نمیتونسته هیچ کاری بکنه. بعد از اون هم به گوشش میرسه که آره پژمان جمشیدی با خیلی از نزدیکان دختر رابطه داشته، نمیدونم چت میکرده، بعد حتی یه مدتی رو دوست بوده، حالا نمیگیم چیز دیگه، با صدف بندی اگر اشتباه نکنم دوست بوده، نمیدونم با یکتا ناصر دوست بوده، با آناتا درگاهی که همسر سابق محمد پروین و اشکان خطیبی هم بوده دوست بود. چیز دیگه نه، حالا ما میگیم فقط دوستی ساده بوده که نگار فرهمند این قضیه رو میشنوه. اول میره ترکیه، چند وقتی تو ترکیه بوده، بعد میره اگه اشتباه نکنم ایتالیا، همین آلمان هم اومده بوده
و درخواست طلاق میده و نگار فرهمندی که اگه دقتم کرده باشید فیلم عروسیشون بیرون نمیاد، چون نزدیکای پژمان جمشیدی میگن پژمان خیلی آدم خسیسیه، حتی آدمی بوده که خیلی چتر دخترها بوده، یعنی دوست داشته بره خونه این دختر اون دختر. این چیزاییه که اطرافیان پژمان جمشیدی میگن و میگن که آدمی بوده که مدام میرفته خونه اینا و مدام میرفته، نمیدونم الان هم که دیگه به شدت مصرف موادش رفته بالا، روزی چند گرم کوک مصرف میکنه و با این روند بره جلو احتمال این که خدای نکرده اتفاقی براش بیفته، اووردوز و چیزای دیگه هست. حتی نزدیکای پژمان جمشیدی که باهاش تو فیلم ها و سریال هستن، میگم که من خیلی از بازیگرها و خیلی از افرادی که تو بدن سینمایی هستن با من رفیقن و کافیه شما دو تا رفیق بازیگر داشته باشید تماس بگیرید، آمار رب رو به همه بازیگرا رو بهتون میدن. یعنی پژمان جمشیدی مش نمونه خرواره، یعنی آدمیه که تابلو توی سینمای ایران، یعنی یه دستیار کارگردان، یه صدا بردار، یه راننده هم 24 ساعت سر لوکیشن‌های فیلم برداری امثال اینا باشه، متوجه میشه که اینا چه فضای داغونی داره. از اینکه میرفتن تو اتاق لباس اونجا برای خودشون بساط مشروب و کوکائین شب تا صبح بشینن برای خودشون بساط اینجوری درست بکنن و بزنن، برای کسی پوشیده نیست. یعنی کسایی که تو بدن سینما هستن اینو میدونن. 200 تا برداشت میکنن، یه برداشت خوب میشه اونو کات میزنن میارن به شما نشون میدن، میگید که بازیگر با استعدادی چه آدمی. کسی نمیدونه که اینا چه فضای عجیب و غریبی رو دارن تجربه میکنن توی سینما ایران. 90% بازیگرای ایران الان وضعیتشون همینا، اکثرا درگیر مواد مخدرن. از رضا شفیعی جمع بگیری تا هومن برنورد، مهران مدیری، تو بازیگرا نمیدونم یکتا، ناصر، خیلی از اینا ناخواسته یا خواسته. خود سحر قریشی که اصلا چند وقتش مصاحبه میکرد و حتی تو لایوی هم که ما باش داشتیم خودش اقرار کرد، گفتش که آقا من درگیر کوکائین بودم و چند گرم مصرف میکردم. اصلا گویا بازیگری یه لول اپ اگر اینا بخوام بکنن بعد برن مواد مصرف بکنن، فکر میکنن کلاسه. بعدش هم که مواد مصرف میکنن لاغر میشن، میگن نمیدونم ما قرص لاغری خوردیم، نمیدونم شکممون رو جراحی کردیم. نه آقا، من برنورد و مهران مدیر اکثر اینا متاسفانه درگیر مواد مخدر شدن. حتی بازیگرای جوونی که فوت کردن تو طول این چند سال گذشته، تو فوتبالیستام همینطور، اینا یه دفعه اومدن گفتن طرف ایست قلبی کرد و اینا. نه، اینا بعضن مشروب خوردن با مواد سنکوب کردن. ولی خب توی فضای رسانه‌ای داخل ایران و به خاطر اینکه آقا ما جامعه مذهبی داریم، نمیان بگن آقا فلان فوتبالیست و فلان بازیگر جوون مشروب خورده، مثلا زشته. میگن آقا جامعه اسلامی مشروب خوردید، نمیان میگن مشروب خورد و سنکوب کرد، میگن آقا ایست قلبی کرد، جوون مردم ایست قلبی کرد. نه، اینقدر اینا درگیر این موادات آشغال میشن و فضاشون اون تیپی میشه و جمعاشون یعنی اونجوری، یعنی تفریحات سلبریتی ها اینه، میشینن دور هم دیگه لاین میچینن میزنن دیگه. اسطورهشون مهران مدیریه که اصلا جلو در خونهش رو همون چیز که چی میگن یه حالت میز داره جلو در خونهش، لاین چیزا، یعنی کفشا رو در میاری سلام علیکم میکنی میگه آقا یه لاین برو بیا تو. یعنی شما فکر میکنی اینا چرت و پرته یا اینا مثلا؟ نه، هست. من خودم هم توشون بودم، دیدم، جلوی خودم هم خیلی ها زدن. ولی من بعدیم اینه دیگه، یعنی اونایی که جلو من یه کاری بکنن دیگه بیمه میشن، چون من دیگه میرم توی فاز رفاقت. اینا پشت من یا یه جای دیگه یک حرکتی بزنن دیگه بیمه در میاد. جلو من باشن بیمن. این از چی میگن مزایای رفاقت با ماست. رفاقت با ما بکنن این اتفاقات براشون میفته و متاسفانه پژمان جمشیدی هم چقدر گرم آقا، هوا سرویس از این قضیه مستثنا نیست. حتی یه مدتی رو با یکتا ناصر دوست بود که بعدش منوچهر هادی که اومد وسط یه موس میکرد برای یکتا ناصر که منوچهر هادی هم این قضیه رو متوجه شد، یه مدتی حتی قطع ارتباط کرد با پژمان جمشیدی. اینو که دیگه خیلی‌ها توی بدنه سینمای ایران میدونن که ماجرای دوستیشون با هم دیگه چی بوده. بسیاری از بازیگرای زن هم که الان هم بازی هستن با پژمان جمشیدی تو سریال ها و فیلم های سینمایی، بسیار ازش شاکن. این تازه قسمت اول پشت پرده ما در خصوص پژمان جمشیدی بود. حالا تو قسمت های بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد در خصوص پژمان جمشیدی و موضوعاتی که در این شخص هلوش این شخص
میچرخه. شما اگه دوست داشتید برای ما کامنت بذارید و مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. خیلی مخلص.